لطکوب کردن. در امی یک هفته قبل که بود که من میخواستم برم از تورخم فرار کرده، اما اونا مرا کابل آوردن. بسیار لطکوب شدم. در داخل زندان و زنا مرا بسیار لطکوب کردن. این قسم تا جایی که حتی میخواستن مرا سنگسار کنن. اونجا تجدید نکاح ما و خوستی را خواندن. اونا برای نفر طالب که بود، او برای خوستی گفت که این دختر 20 سال در زیر نظام جمهوریت بیرق جمهوریت بوده، این کافر است، این ارزش امارت اسلامی و حکومت اسلامی را نمیفهمه، تو یک مجرد حکومت هستی و این دختر قدر تو را نمیفهمه و امارت بد گفتن که این دختر باید سنگسار شود. من گفتم که من هیچ کس بد نگفتیم. گفت بد گفتن امارت به معنای بد گفتن خدا، قرآن و نظام است. تو چرا این گپ زدی؟ برام گفت که تو تا وقتی که اولادت تولد میکنی، تا وقتی که 1 سال 2 سال 10 سال است، مجبور هستی که تو خوستی اینجا زندگی کنی و همراه سید خوستی باشی. برام گفت که بگی پایه سید خوستی را ماچ کو. در زندان من پایان شدم، پایه ازواد همه ماچ کردم. گفت ازش منصرت بخوای. گفتم که من هیچ گناه ندارم، اون من لطکوب کرد. گفت که بگی پایهش ماچ کن. گفتم اون من بندود نمیمان، من لطکوب میکرد. برم گفت حق شوهر بسیار زیاد است، تو نبایدی کار میکردی و دیگه یک مجاهد است. بسیار امرایم رفتار زشت کردن، تا جایی که حتی در داخل اونجا برای من گفتن وقتی تجدید نکاح کردم، برای من گفتن که تو با گپایی که گفتی کافر شدی، توبه کن تجدید نکاح کنیم. اونجا این امرای من تجدید نکاح کرد و در حق مری که گرفت به بار دوم، یک هفته قبل که تجدید نکاح کرد، در حق مر گرفت نوشته کرد که من این را حج میبرم و یکی قرآن شریف با ترجمه و یا برازیات بده، چونی 20 سال زیر بیرق کفر بودن، یا که اصلا در مغز وجود از یا کفر و همین مسائل جریان داره. بسیار سرم ظلم شد در طول این مدت، بسیار لطکوب شدم. بسیار سرم ظلم شد در طول این مدت، بسیار لطکوب شدم. نمیخوایم دیگه اینجا باشم. از هر کس میگفتم کمک کن من نجات بده، میگفت که بساز. چقدر بسازم؟ بگوین چقدر؟ تمام وجودم کبود شده، تمام وجودم. این قسم زخم است که چی بسازم؟ بی حد تحمل میکردم. لطکوبم میکرد، میگفتم خیره بانشه، این رفتار خوب که دیگه این کار نمیکنه، اما وای دقیقا من لط میکرد. تو جایی که حتی خانواده من تهدید کرد، میخواستن که خوارم به یک آدم به نام عبدالرحیم ثاقب که سریاور وزیر داخل است به رو بگیرن، به یک کوکاگک مولای پیر. خود از این آدم بسیار تحمل کردم. خانوادهش، مادرش، زنش آمد من لطکوب کرد. گفتن که تو که هستی یک کافر هستی. گفتن که تو چرا رفتی؟ تو رفتی آبروی ما را کل جای بردی. در داخل گلبار صندوق قید هستم. پاسپورت ما گرفت، دستگیری ما گرفت، 1 روپه برم نداد. فقط این همه قدر است که پیشم که 1-2 دانه نان برم آورده بود که او بعضی از خرچی که برم آورده همو از بس. من بسیار وضعیتم خراب است. زندگیم همه چیزم از بین رفت. گفتن بساز، ساختم. بسیار تحمل کردم، از درس ماندم، از زندگی ماندم. به چقدر مشکل گوش کردم دکتر شامم و کل آرزوهای من از بین برد. حالیم در اینجا زندانی و گروگان هستم. و حتی موبایل ما گرفت، به چقدر اما دیگه تحمل نموند. فرار کردم، هر کار کردم نشد. هر کسی گفتم کمک
کمکم کن. میگفتن تحمل کن حکومتشان است، تحمل کن. چقدر تحمل کنم خدایا، چقدر تحمل کنم؟ ما انسان هستم. تمام زندگیم تباه شد. حالی در گلبار سنتر هستم. اینجا قید هستم. یک محل بسیار عجیب است اینجا. در طرف او کوچه وزارت خارجه است. پایان گارد داره، در دالزاوی و کمره داره. او طرفاش ریاستای امنیت است. پش همین طرف پرزنه نمیتونه. در همین منزل که هستیم یک دانه دفتر استخبارات است. پردای خانه همیشه کش می باشه. خواهش میکنم مرا کمک کنید. مرا از این وضعیت نجات بدین. لطفا مرا کمک کنید. و بسیار مشکل من دانستم به تماس شم. دیگه نمیفهمم چی کنم. اگه این ویدیوهای نشر شود شاید اینا مرا بکشن. اینا آدمای بسیار وحشی هستن، سر هیچ کسی رحم نمی کنن. به اندازه دروغگوی هستن که به خاطر پنهان کردن یک دروغ خود هزار دروغ میگن. من فعلا در گلبار سنتر هستم. آپارتمان 306 در کوچه وزارت خارجه. بعد از نشر ویدیو شاید من دیگه هیچ کسی نبینن. شاید من بمرم. اما 1000 بار مردن کنه یک بار مردن خوب است. فقط میخوای من نجات بده از اینجا. من اون آدم نمیخوایم اولادایم اینجا کلان شود. نمیخوایم ظلم که در حق مجد در خونا شود. بالای من بار تجاوز میکرد، هر بار. اما بسیار تحمل کردم. گفتم خیر اسلام میشه. هر بار لطکوب میکرد. ده عادی ترین گپ مرا لطکوب میکرد. وادار به کاری بسیار زشت سعید خوستی مرا میکرد. تا جایی که حتی میگفت که میشرمم بگویم، اما او بسیار چیزای بد ازم میخواست. در تمام وجود از او آثار لواطت بود. چندین بار گریه کرد. برام گفت که وقتی که در بکرام بوده بالای از او تجاوز شده بوده. به این خاطر حتی دکتر برش گفت که افسردگی بسیار عمیق داره. او به این خاطر همیشه مرا لطکوب میکرد. هر شب مرا لطکوب میکرد. نمیفهمم چه قسم بگویم. یعنی چه قسم بگویم.